با سلام و درود خدمت یکایک بینندگان عزیز و محترم، علیرضا زوریزاده هستم با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان. باز دیشب که دوستان عزیزم تماس گرفت که علیرضا نیستی، چند وقتی ایمیل میدیم، نامه میدیم، فکس میزنیم، جواب نمیدیم. دوست من، عزیز من، وارسته من، شما از برنامه کاری ما که خبردار نیستید، شما هم مشغله کاری ما که چیزی نمیدونید، ولی چشم، ما کوچیکی یکایک شما هستیم. این برنامه رو اختصاص دادیم به نامه‌های شما عزیزان. برسیم همه اینا رو میخونیم، وقت برنامه جواب بده این یکایک اینا ما پاسخ میدیم. اولین نامه از یکی از دوستان وارستم از ایران عزیزمون، آقای شیر وانی از گنبد، از گنبد، درسته گنبد. گنبد احتمالا اطراف گرگان هم باید باشه. من یادم تحصیلات متوسطم هم تو همین شهر گذروندم. شهر زیبا با اون طبیعت زیباش، اون دریاچه که اون وسطشه، با اون بناهای تاریخیش، چشمالی، غار علی صدر. یادم ما بعد از اون که میشد رو 33 پلش، ما خودمون هم 33 تا وارسته بودیم. خلاصه غروبا 33 تا وارسته روی 33 تا پل که نگاه میکنی رو هر کدوم یکی نشسته. بگذاریم. دوست عزیزم نوشته که آقای زوریزاده، برنامه شما روح جان تازه‌ای به زندگی ما بخشیده. خواهش میکنم، بارها گفتم که شما بزرگوارید و ما خدمتگزار شما. من حدود 4 سال میشه که زندگی مشترکی تشکیل دادم و هم‌اکنون دارای یک پسر 3 ساله میباشم. ایشالله سالیان سال سایه شما بر سر این پسر برقرار باشه، زندگی شیرینی داشته باشید. این سپر شبها خیلی بدخواب بود و هر شب زندگی این پسر شبها خیلی بدخواب بود و هر شب زندگی ما رو سیاه کرده بود. عزیز من، دوست من، وارسته من، اینو که دیگه همه میدونن دیگه، بچه داری پای داری. بعضی حالا فکر میکنن بچه داری پای داری. دوستان انشالله پایدار باشید، ولی اگه پایدار هم باشید پای دارید. بچه داری همینه دیگه. خدا براتون نگه داره. تا اینکه یکی از دوستان برنامه شما رو به ما پیشنهاد کرد. از همینجا به همون دوست خوش‌ذوق گنبدیمون بابت همین ذوق و علاقه و سلیقه‌اش درود می‌فرستیم. الان دیگه زندگی ما آرامش خاصی پیدا کرده. الان دیگه زندگی ما آرامش خاصی پیدا کرده. ایشالا که سالیان سال زندگیتون در آسایش و فرسایش باشه، در آسایش و آرامش باشه، زندگی خوبی خوشی داشته باشید. الان دیگه شبها پسرم خودش به مامانش میگه مامان تلویزیون رو روشن کن تا اون مرد قصه گوه چرت و پرت بگه من بخوابم. آخه مردک، چرت و پرت تو گفتی که این بچه خوشش اومده. چرت و پرت رو تو گفتی که این بچه عادت کرده. نشستید شب و دورم چرت و پرت گفتید بچه خوشش اومده. میشینم خونه چرت و پرت می‌نویسم، فکس میکنم یاد برای ما. والا دیگه چی بگم؟ این نه درست میتونم برنامه رو ادامه بدم، نه درسته که این برنامه رو ادامه بدم. یکایی که تو رو به خداوند ممنون نیست.